همین لحظه همین مبارز همینجا باشه اوتک همینجا. ما برنامه مشترک تلویزیونی داشتم همراهشان. در یک میکاپ روم حاضر نبودن که خود میکاپ کنن. میدانید از همین دروازه تلویزیون که داخل شدن اوتک مبارز گفتن که برادر اگر در اون اتاق اوتک میره، مبارز گفت من نمیرم. اوتک گفت اگر مبارز میره من نمیرم. برادر گفت در اون میکاپ رومی که اوتک میکاپ میشه من نمیکنم، اوتک میگه مبارز میکاپ شه من میکاپ نمیکنم. در یک اتاق حاضر نبودن که برن، در یک اتاق حاضر نبودن که بشینن، در کوچ دو نفره حاضر نبودن بشینن، دور دور شیشتن گفتن برادر میزنیم یکی دیگه ما رو نشون پالی یکی. در یک برنامه تلویزیونی دمو برنامه آوردم شاندمشان پالو در پالو، کم بود که پایای یکی دیگه را ماچ کنن پیش روی کامera. میگفتن این میگفت او برادر کلانم است، اون میگفت او برادر کلان است، اون میگفت تو اول گپ بزن، اون میگفت تو اول گپ بزن. و من به عنوان نطاق و گرداننده حیران مونده بودم که از برای خدا یک کامera در پشت استودیوم اگر می بود تصویر اینا رو میگرفتم نشان میدادم که او برادر در بیرون قریب که فنکی که دیگه را زده بودید، در اینجا آمدید علی هیچ کدامشون سلام علیک نمیکنه، میگه نه برادر بزرگتر مبارز، اون میگه نه برادر بزرگتر موتکس اول شروع کنه. من میگم او مردم به خدا قسم که امین نفاق امین ریشه دارد به امین اندازه. خود بازی نتید، خود فریب نتید، یک صفحه نو را باز کنید و در اون صفحه نو نوشته کنید که بس است کل چیز. و اگر قرار است که با یکی دیگه دشمنی کنید بگویید این فیضی صاحب اگه میگه من از اوتک خوشم نمیاد، میگه برادر خوشم نمیاد. قرار نیست که در روبروی اوتک بغل کنه پشت سر اوتک بگه که اوتک بد است. اگر قرار است با یکی دیگه جور نیایید بگویید که جور نمیاییم، فریب نتید، نسل آینده را خراب نکنید. اگر قرار است که هم دیگه را بپذیرید با یکی دیگه جور بیایید، همین لحظه بگویید که ما میپذیریم هم دیگه هم جور می. در دروغ هایی که 40 50 سال از به خورد مردم افغانستان دادن سیاستمدارا دیگه او را قبول نکنید. بسیار خوب.